ببین هرچی دیپ واسه مهمونیات و دور همیات درست کردی و بذار کنار، اینو درست بکن. نگم واسه از طعمش که همه دنبال رسپیشن. پاشو دست به کار شو یا سیوش کن. دیپ بادمجون. اول از همه باید بذاریم که بادمجونمون کبابی بشه. بعدم بادمجون کبابی رو داخل سلیفون میپیچیم، میذاریمش کنار. تو این فاصله نعنا و ریحون تازه داریم که اونا رو خوردش میکنیم. داخل یه ظرف میریزیم، بهش پیاز داغ، زیتون خورد شده و گردوی خورد شده که دندونگیر باشه رو اضافه میکنیم. بعد هم ماست یونانی کم چرب و پنیر خامه‌ای کم چرب. بعدم بادمجون کبابی رو خیلی راحت از داخل پوستش در میاریم. به همراه سیر له شده حسابی خوردش میکنیم و میره داخل ظرف و بهش نمک هم اضافه میکنم. این دیپ خوشمزه ما حاضره. کنار نون چیپسی واقعا میچسبه. واقعا خوشمزه است.